پدر هر بگاه وقت خواب خوراک میکشد. کیلین و پسر طاقت این را نداشتند. بنابر کیلین عصبی شده مردک خوی خواب کردن نمی شود، عصبم نمی بردارد. خیزید پدر بچم بلند خوراک میکشید، خوب رفته نمیشود. نه بچم من خوراک نمیکشم. میکشید نه بچم من خوراک نمیکشم. میکشید بخشش خوب خوش. جانی بابا شب نقص خور رفتی؟ ها؟ تو چی ایشه جان؟ نقص خور رفتی؟ یک قنده بزن رحمت. خدا را شکر. شب نماندم که خوب رایی. کمی خوراک کشیده. نه بچم من ناز میدونم که من خوراک نمیکشم. میکشید پدر. بچ مگر باور نمیکنی؟ من خوراک نمیکشم. من ناز میدونم که خوراک نمیکشم. خب من این شب این رو اثبات میکنم. بچم اپات صبح زنگ زد. خفه شده است که خبرگیری نمی رویم. یک رفته خبر گیریم. چی گفتی بچم؟ نبیره ها را یک زیارت کنیم، خبر گیریم. نشان دادید؟ نه دیلم نمی شود. برای این شام چی پختی دخترم؟ مستوا. تو این خوراک رو خیلی با لذت میپزی. آفرین. خوش نبیره های شیرینی باباش. پیش از خوردن آدم باید چی گوید؟ بسم الله. آفرین جانی بابا. بسم الله چی است؟ بسم الله یعنی به نام خدا. آدم اول باید گوید که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدا، و بعد خورد. همه خیلی انکرون مرحمت گیرید خورید. دستت در نکند که خیلی با مزه پختی. آفرین. Oradan kısmı.
بسیار بالذت بود. تشکر. خوابای خوش بینید. بچه ها دادتان از کار خسته شده می آیند. مبادا خورخور کنن یگان تای شما گپ نمیزنید. فهمیده؟ دروغگوی. زنک من خوراک میکشم. شما خوراک نمیکشید مرده؟ خوراک نمیکشید بخاطر خوراک نمیکشم. پدر بیچاره نمیدانست چی کار کند تا که خوراک نکشد. دهان خود را سخت محکم میکرد. چرا پدرم نیستن؟ خوابم؟ ممکن یک رفته بیدار کنم. پدر 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 نه. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد سر پدر کیلین و پسر را خواب نبرد، چون با همون خورخور عادت کرده بودند. این طرف پهلو آن طرف پهلو، چیزی نمی رسید. چیزی نمی رسید. شدم زاره و دیداره، بیا یک بار پدر جانم. ندیدم رخسارت، بیا یک بار پدر جانم. دیگر پدر نمی آید، نمی آید، نمی آید. تمام.